خورده جدی‌تر وارد بحثامون خواهیم شد. پیش مقدمش چیه؟ پیش مقدمه اینه که ما به سمت آینده نمیریم. این آینده است که به سرعت به سمت ما میاد و سرعتش به حدیه که میتونیم بگیم آینده یعنی اکنون. وقتی از آینده صحبت میکنیم دور نیست، حالا بعدی ها، بزرگان، جوانترها میرسن، بابا من پیر شدم. حتی پیرها هم این آینده رو خواهند دید و آینده یعنی اکنون و باید بهش توجه جدی بکنیم. خب این فیلم رو ما هم ببینیم. حالا صدام فکر میکنم یا شما ندارید صدا احتمالا، اگرم حالا صدا نیست تصویر مهمتره. یک دنیای 2050 رو تصور کردن و توی این فیلم ما میتونیم یک گوشه از اون 2050 رو ببینیم. جلسات توی آسمان ها، حالا این وسط یه توضیح هم بدم. مثلا پروژه آنالما رو فکر میکنم که یه سرچی بکنید، این پروژه هایی که تخیلی هست، هرچند به ذاته خیلی ارتباط با انقلاب صنعتی چهارم نداره، ولی اینکه ما بتوانیم یک جرم آسمانی رو در مرز خارج از جو زمین به عنوان یک ستون قرار بدیم و ساختمانی رو معلق بکنیم از اون روی زمین، توی پروژه آنالما مطرح هست و پروژه‌های از این دست پروژه‌های تخیلی هستن که بهش میرسیم، ولی انقلاب صنعتی چهارم خیلی فراتر از اونها هست. مثل همین بحث‌های رباتیکی که وجود داره، ربات‌هایی که تقریباً توی بحث املاک و مستقلات غیر از حالا این معرفی‌هایی که انجام میدن تحول جدی رو نشون میدن. شما تو خرید و فروش مثل این موج‌هایی که ما یهویی قیمت بالا برود یا اتفاقی بیفته دیگه اینها رو نداریم. ملاقات‌هایی که به صورت مجازی شکل میگیره ولی شبه واقعی هستن، یا فضاهایی که ما بدون حذف، یعنی با حذف زمان بهشون میرسیم و توی این حذف زمان اتفاقات خیلی خاصی میفته. تصمیم میگیریم الان وارد فروشگاه بشیم خرید بکنیم، الان اون چیزی که توی گوشی ما شکل میگیره. تصمیم میگیریم توی خونمون باشیم، تصمیم میگیریم توی محل کارمون باشیم، به اندازه یک دگمه تفاوت اون اتفاق این که ما رو از یک دنیایی به دنیای دیگه ببره. و آدمای موفق اونایی هستن که این قدرت رو پیدا میکنن که خیلی راحت در جریان فضا باشن و تصمیم بگیرن که روی اون آینده زندگی بکنن. برای این شروع میشود اتفاق رو رقم زد. مثل همین قطعه‌ای که دارید میبینید، شما خسته اید، تصمیم میگیرید خونتون باشید، الان پس خونتون هستید. تصمیم میگیرید نمیدونم به دیدن دوستتون برید، پیش اون میشینید باش گپ میزنید و هر تصمیم در لحظه ممکن میشود و بقیه اتفاقاتی که از این دست شکل میگیره. این هم همون پرنده مانندیه که آقای وزیر ارتباطات هم گفته بودن، چیزی شبیه به اون که بسته های ما رو جا به جا میکنه. خب حالا امیدوارم که تا الان خسته نشده باشید. ما چیزی حدود 1 ساعت و ربع گذشته مجبورم که بخش دوم کار رو با یه خورده سرعت بیشتری پیش برم که انشاءالله تا ساعت 5 بتونم بحثمون رو جمع بندی بکنیم. ما کم کم رگه هایی رو از معماری آینده باید توی حوزه‌های انقلاب صنعتی مطرح بکنیم و این 15 تا آیتم تاثیرگذار در حوزه انقلاب صنعتی رو یکی یکی مرور میکنیم. اولین عنصر از این 15 تا بحث اینترنت اشیا هست. اینترنت اشیا شاید به گوشتون خورده باشه، یه جایی مطالعه‌ای هم کرده باشید. این
بحثی هست که دستگاه‌ها، سنسورها، کنترلرها و بقیه اتفاقات با همدیگه متصل میشن از لایه اینترنت، یعنی تحت فضای اینترنت شکل میگیرن و البته اگر انسان رو هم بهش اضافه کنیم موضوع IoT پیش میاد که حالا دیگه اینترنت صرفاً چیزها یا اشیا نیست، بلکه اینترنت انسان‌ها هم شکل میگیره که آقای کوین اشتون انگلیسی که یک پیشگام فناوری هست سال 1999 موضوع اینترنت اشیا رو مطرح کرد. اون موقع به صورت واقعی شکل نگرفته بود. توی مرکز شناسایی خودکار MIT، مرکز فناوری ماساچوست که ایشون مسئولیت اونجا رو داشتند، این تحقیق انجام شد. اون آتایکی سنتر عملاً تعریف کرد که اتصال اشیا به اینترنت با استفاده از حسگرها که RFID ها هستند یه برچسب‌های شناسایی رو بر اساس فرکانس‌های رادیویی مطرح میکنه که اشیاء فیزیکی و سایبری با هم قاطی میشن و میشن سایبر فیزیک و انسان هم که بهش اضافه میشه همون حوزه زیستی هم بهش اضافه میشه که لایه‌های مختلفی رو داره. من فقط به صورت خیلی سریع به این 7 لایه اصلی اینترنت اشیا اشاره میکنم که اینترنت اشیا عملاً یک پلتفرمی هست که فضای دیجیتال سازگار با محیط رو به ما معرفی میکنه، یعنی اون سازگاری با محیطی که در فضای دیجیتال قابل تعریف باشد که مبتنی بر همون پلتفرم IoT هست. اولی موضوع اشیا هستن که خب در موردش صحبت کردیم. موضوع اشیا مهم هستن. دومی بحثای ارتباطات هست، قابلیت اتصال داشتن و بحثای رایانش ابری که یا حاشیه‌های ابری که ما وجود داریم، بحثای مخابرات و ارتباطات و پروتکل‌ها و شبکه‌ها و همین وایفایی که ما ازش استفاده می‌کنیم و بقیه چیزهای یا حتی کیتای HWی که الان توی کشورهای توسعه یافته ازش استفاده می‌کنن. این دو تا مورد اول توی یه لایه اولیه تعریف میشن که یه چیزی شبه بخار هستن که همیشه حضور دارن و باید تو پس زمینه بقیه اتفاقات ببینیم. موضوع سوم زیرساخت‌های جهانی هستند که این موضوع همون موضوع کلادیه و موضوع ابرها هستند. به صورت جدی داره یک اتفاقی رو رقم میزنه. ما باید زیرساخت‌های جهانی رو برای اینترنت اشیا داشته باشیم که عملاً یه قسمتش رو داریم، یه قسمتی هم داره انجام میشه. این زیرساخت‌ها یا عمومی هستند یا خصوصی هستند یا هیبریدی یا ترکیبی هستند یا مدیریت شده هستند. و در حوزه بیگ دیتایی که آیتم اسلاید بعدیمون هم هست، بلع داده ها شکل میگیره، یعنی یک موتوری رو داریم، یک موجودی رو داریم، یک ابر موجودی رو داریم که هر چی داده بهش میدی میخوره که بهش اشاره خواهیم کرد. برداشت میکنه اونها رو، ذخیره میکنه، بر اساس برداشت و ذخیره اون اطلاعات اشیا و چیزها کار هضمش رو انجام میده. هضم یعنی اینکه آنالیز میکنه، تحلیل میده و بقیه اتفاقات که اون توی بحث ابرداده ها یا بیگ دیتا مطرح خواهد شد. بعدی تجزیه و تحلیل داده هاست، دیتا آنالیز، یعنی اینکه ما یه گزارش هایی رو باید بگیریم، در موردشون فکر بکنیم، نه ما اون اتفاق باید از طریق سیستم IoT شکل بگیره. یه تفکر استماعاتی رو دارن و نهایتاً به ماشین لرنینگ میرسن، بحث یادگیری ماشین میرسن که یه بحث جدی تری توی این حوزه هست. خب اما عرض کنم خدمتتون که موضوع بعدی ما اپلیکیشن ها هست که امروز با یه نسخه ابتدایی از اونها مواجه هستیم. اپ های سفارشی که بر اساس اون اطلاعات اشیا ساخته میشن و آخری که این دوتای آخر هم ارزش های تجاری پیدا میکنن، هم اپلیکیشن ها و هم مردم و فرایند ها که این دوتا در کنار هم عملا میشن اون ارزش های بیزنسی که خلق می شود. افراد و روندها تصمیم گیری تحولی که بر مبنای برنامه ها و داده های اشیا هستند رو شکل میده.